بله از حجامه پول گرفتن درست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم احتجم النبی صلی الله علیه و سلم و اعطى الحجار حجام دینارا. پیامبر صلی الله علیه و سلم حجامه کردند و به حجامه چی گفتند که 1 دینار پول دادند. 1 دینار اطراف $200 است، یعنی که 4 گرم طلا. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حجامه چی پول دادند، این دلالت میکند که حلال است مبلغش. برای آنکه اگر حرام میشد پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیدادند یا تنقید میکردند، میگفتند که از این پول کار نکن. بله، در حدیث آمد است که و کسب الحجام خبیث، کسب حجامه چی خبیث است گفتند، یعنی پلید است گفتند. در اینجا مراد این بود که یک قول این است که بعضی علما میگن که پیشینه حجامه گیرنده ها با دهانش خون را میگرفت، یعنی میبرید پوست انسان را و خون را از بدن او مکیده میگرفت، بعد به زمین میپرتافت. خون نجاست است و گفتند که کسب حجامه چی پلید است. یک معنای دیگرش این است که یعنی کسب حجامه چی کسب پست است. باید عالم اسلام، حافظ قرآن این کسب را نکند، نه از جهتی مثلا تکبری، کلانیگری. هست کلانیگری و هست ترفع. فرق ترفع را از کبر روید. بنابراین مردم این فرق نمی کردن. بسیار مردم در زمان ما هم فرق نمی کنند. بنابراین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی در قلبش مثقال ذره اگر کبر باشد، کلانیگری، به جنت نمی دارد، یا مرد افکی یا رسول الله انسان دوست می دارد که لباسهاش زیبا باشد، پای افضالهاش زیبا باشد. این هم کبر است. گفتن که ان الله جمیل یحب الجمال، الله تعالی زیبا هست، زیباگی را دوست می دارد. گفتن الکبر بطر الحق و غمط الناس. بعد کبر را تعریف کردند، یعنی معرفی کردند. الکبر بطر الحق، حق را پایمال کردن. میدونید که همین سخنش حق است، لیکن از سبب آنکه از ملت شما نیست، یا از شما خرد است، یا از شما کمبغل است، یا شما رو در پیش مردم شرمنده کرد برای آنکه شما ضد گپ شما گفت، لیکن گپش حق است. الکبر بطر الحق، پایمال کردن حق، دیده و دانسته بر روی حق پای گذاشتن، یعنی حق اعتراف نکردن. و غمط الناس، تحقیر مردم. الکبر بطر الحق و غمط الناس، تحقیر مردم از خود پس زدن این کبر است. اما لباس زیبا پوشیدن کبر نیست. یا ترک حجامه چی کردم، من حجامگی نمیکنم، من مثلا پرتو نمیکشونم، من اهل علم هستم، من حافظ قرآن هستم، من این عملها رو نمیکنم گوید، این معنی اینه ندارد که کبر است. برای آنکه حافظ قرآن، عالم شریعت، یعنی خاکساری دیگر چیز است برادرها. بگذار خاک کشاند، لای کشاند، بگذار غشت ریزد، مثلا در زمین دهقانی کند، هیچ گپی ندارد. لیکن حجامه که سر و کارش با خون است و خون نجاست است، یا موسور پرتو و این چیزای افلاس کشانیدن، علاقمندی با نجاست که هست، علما گفتن این کسب‌های پست را اجرا نکند. برای آنکه در نزد محدثا هم کدام آدمی که کسبش پست باشه حدیثش قبول نمیشه. یعنی که کسب حجامه چی حلال است. خب نشود که نرخی معین مونه دوملود، مقصد دپوستیم حق دارد این کسبی مثلا، یعنی محض دینی نه که یگان مثال چی نکند، او تاجر است، او طبیب است، نه که هر کی نکند. بعضی آدم ها یعنی که یک مراتبه دیدیم میکنن، نعوذ بالله، این بسیار مسئولیتی وزنین دارد. بسیار آدم ها را دیدیم 2 مراتبه 3 مراتبه از یک کس دیدیم خودشان میکنن. من تطبب ولم يعلم عنه طب فهو ضامن. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه کسی که خودش طبیب گیرد و حالا که از علم طب مشاهده نشده و نخوانده است، او طبیب ها 5 سال 10 سال میخوانن اقلا. من تطبب، کسی که طبیب گیرد خودش ولم يعلم عنه طب، از او علم طب دیده نشود، فهو ضامن، هر یک اعضایی که بیکار میکند ضامن است. اگر یک اعضا بیکار شد 100 شتر میدهد. یک جراح، یا آدم اینجا جراحت کرده است، جراحت میکند، بعد جراحت 1 هفته میگذرد، بیمار میبیاد، میگه که میگه من عضوهای تناسلم کار نکرده ایستاده است. میگه عذر، میگه من یک
چیز فراموش کردم گفته گشته جراحت کرده انا همون رگ پیوست میکند. بنابراین ریش ضرری تراشیدنش این است که ریشش مانند سر از زیر سر نمی براید. ریشش در پایان هست، در خایه های انسان است. میگم از همونجا سبزیده می آید با درون بدن آدم. بنابراین به بعض عضوهایش تراشیدن ریش تیزتر مردها را از کار بیکار میکنه. مردهای بیریش اکثریتاشون به وقت از دست میدهند. برای همین خلاصه این اعضاها همش به همدیگر متعلق است. بنابراین بیمار مثلا طبیبای لا را بینید، گوش، گلو، بینی، اینا همش به همدیگر علاقمندی دارد. هر سشبه به نزد لا رو میروید مثلا. بنابراین کسی علم ندارد، کسی تعلیم نگرفته است، هجامه نکنید. از این پرهیز کنید برادر عزیز. علم طب یا عموما کدام علم نداشته باشید در همان ساحه سخن نکنید. حالا فعالیت کردن اون طرف است.